قرار ریاست محفل فرهنگی بارگاه سخن در خصوص سپاردن جایزه سخن در بخش هنر. ریاست محفل فرهنگی بارگاه سخن قرار می‌کند جایزه نوبتی سخن در بخش هنر بهر رشد زبان مادری و بلند برداشتن قدر و مقام سخن ناب و هنرپیشگان مردمی تاجیکستان مستانه بانو ارگشوا و علایالدین عبداللهیف برای خدمت‌های شایانشان در این بخش سپاریده می‌شود. شهادت نامه ایشان بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است؟ قریب نزدی 10 سال است که این جایزه دهی دوام دارد. کوشش میکنیم هر سال به چند نفر جایزه بدهیم. در بین نفرایی که جایزه گرفتن 2 نفر از کشورهای بیگانه هم هستند. 1 نفر از آذربایجان و 1 نفر از روسیه. باقی همه شهروندان تاجیکستان هستند که در رشته ادبیات، در رشته هنر، در رشته تئاتر، صدا و سیما دستن در کار بودند و همه رفیقان خیلی ارزنده و هنرمندان اصیل که با قند سخن بالا میرسند به شمار میروند. این 2 نفر هم خیلی از نفرانی هستند از آن جمله مستانه ارگشوا که سالهای زیاد برای مردم ما از صمیم قلب خدمت کردند، خودشون را به خلق بخشیدند، چخیلی که امروز گفتند. و همین سبب در بخش هنر اونهایی که جایزه را سزاوار میبینند و قرار آمدند که این سال جایزه و مستانه ارگشوا داده شود. همچنین به هنرمند اصیل دیگر علایالدین عبداللهیف که در اصل شایسته جایزه سخن هستند امروز این جایزه را سزاوار دانستند. خیلی میدونیم بغیر از همین دادن همین جایزه باز البته تحفه مالی هم هست به حساب مبلغ. این چیز از حساب چی است اصلا؟ این راستی شخصا از حساب من است. چندی که دستم به من دست کمکم به من کمک یاری میرساند، من این دست کمک را کوشش میکنم سوی نفرانی که خود را به فرهنگ بخشیدن، به ادبیات فرهنگی هستند، به علم بخشیدن و آنها روانه کنم. یعنی که گفتی خودت یا در بانک یا در درواز بود، یک همین جوانی که از چند از دیگه رفته بود است با گشته آمد است رئیس. بعد من خودش تلکوی گرفت از گوهم برای میشناخت. بعد چه خیلی نازه که سرورشوه که همه خورمشوه مخدی سلام کرده است. بعد یک موی سفید دیگر گفته است تو بچه کلام شدن رئیس شدی آمدی اینم پیش مردم گفته است که بیا من اینم میشناسم. بعد گفته است نغزه که قبردینی گفته است که من گفته است قبردین نیستم بچه نشناختی. گفته است تو روز اگه لحدیک دی بر لحدیک نیستم. گفته است تابوتالی. گفته است نه تابوتالی نه نشناختی بچه من نشناختی. گفته است که شتو توکلو کمی قبرستان بود. من گفته است که نامی من مزاری